السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول صلی الله علیه وسلم در یک صحیح حدیث می فرمایند که الله سبحانه و تعالی از سه مردم هیچ وقت دعایش رد نمیکنه. سه اشخاص که دعایش هیچ وقت رد نمیشن. ولی مهم با ما ایست که بفهم که مردم کیستن و چه رقم میتونیم که از جمله او مردم ما حساب شویم تا بتونیم که دعای ما هیچ رد نشه و قبول شوه. و الحمدلله او موقع در ماه رمضان الله سبحانه و تعالی با ما داده. اولین شخص اوست کسی که روزه را مشکنانه و دمو وقت دعا میکنه و دعایش الله رد نمیکنه. خب لطفا پیش از اینکه روزه بشکنین دعایتان کنین و انشاءالله الله سبحانه و تعالی دعایتان رد نمیکنه. با امید باشین. شخص دویم والامام العادل، یک قاضی و یا یک امام و یک شخص که در قدرت است و همیشه به عدل پیش میره و قانون خداوند تطبیق میکنه و با او قانون پیش میره، دعای زوم الله سبحانه تعالی رد نمیکنه. و شخص سوم کس مظلوم، سر کسی که ظلم شده و او شخص همیشه بسلیش نگاه کرده و دعای مظلوم همچنان رد نمیشه. ما در این ماه مبارک رمضان چی کرده میتونیم؟ نمبر 1 ما خود ما دعا کرده میتونیم. نمبر 2 ما کرده میتونیم به مظلوم کمک کنیم. یک سرکس ظلم شده، غریب است، خانهش گرفته شده، اولادش کشته شده و متاسفانه این مردم ما در افغانستان زیاد داریم. خودتان دعا کو، برو از این مردم همچون دعا بخوای. از خودت هیچ چیز کم نمیشه اگه بری به اونا که یک چیزی بسیار ناچیز بری خانهش بری بگو یا امشب یا دی رمضان یا دی شام من میخوام امروز خودت روزه بشکنانم، یا اونا رو در خانه خودت دعوت کنی و خواهش دعا را کنی، انشالله دعای زوم رد نمیشه. امید دارم صحیح حدیث شما تعقیب کنین و دعایتان الله سبحانه قبول کنه و خوبی در دنیا و در آخرت داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.